خوش آمدید به میدانی که امروز در آن نه تنها توپ بلکه قلب‌های هزاران نفر می‌تپد. امروز شمال کشور به مرکز توجه کل تاجیکستان تبدیل یافته است. این نه یک بازی عادی چمپیونات است. این دربی بزرگی سوخت میباشد. نبرد دو شهر قدیمی، نبرد دو تیم پر افتخار و نبرد دو لشکری مخلصان صادق. از یک طرف خوجند تاریخی که همیشه برای قله‌های بلند مبارزه می‌برد و ساحل سیردریا را به غلبه‌های خود آرام می‌دهد. از طرف دیگر استرافشان آهنین، دسته‌ای که با اراده شکست ناپذیر و مخلصان به همتایش معروف است، دسته‌ای که هیچگاه تسلیم شده را نمی‌داند. وقتی این دو تیم به میدان می‌آیند جدول مسابقه اهمیت خود را گم می‌کند. امروز تنها ناموس، اراده و عشق به فوتبال حکمرانی خواهد کرد. آیا خوجند موقع خود را در جدول حفظ می‌کند و استرافشان یا خود استرافشان با طوفان حمله‌اش پیروزی را به شهر هنرمندان می‌برد؟ این سوال است که جواب خود را طلب می‌کند و ما در نتیجه بازی جواب را با آن البته حتما پیدا خواهیم کرد. هوای فوتبالی در میدان به حد ماکسیمالی گرم شده است. ما آماده ایم، بازیگران آماده‌اند، شما هم آماده هستید. این دربی است، این فوتبال تاجیک است و ما آغاز میکنیم. خوب دوستان ارجمند، بازی در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت در شهر خوجند دایر خواهد شد و حالا به ما و شما هیئت دوباران نشان داده می شود که هیئت دوباران را من البته به شما حتما با پرگی شناس خواهم کرد. بعد از آن که هیئت بازیکنان را هم به شما پیشنهاد میکنم و البته در رقابت امروزه که دسته خوجند البته میزبان است، پیش از همه هیئت این دسته به شما پیشنهاد کرده می شود و شما هیئت اساسی دسته مذکور را در روی تصویرهای خود میبینید و مشاهده میکنیم که شکل جوگیرشوی دسته مذکور میتواند 4-3-3 باشد، میتواند 4-5-1 باشد. این را ما شما در رفت رقابت امروز مشاهده خواهیم کرد و همچنین هیئت ذخیروی دسته خوجند را شما در روی اکران خود مشاهده کردید. و اکنون هیئت اساسی دسته استرافشان بینندگان ارجمند 11 نفری که در رقابت امروز وارد میدان میشوند. شکل جوگیرشوی طور نشان میدهند 4-4-2 خواهد بود و بازم در رفت بازی البته این مشاهده خواهیم کرد که فرمت خود ترتیب جوگیرشوی فوتبالبازان استرافشان چگونه خواهد بود. ولی از آغاز همان چیزی که پیشنهاد کرده میشود البته 4-4-2 است. خب بازی آغاز یافت دوستان ارجمند. رقابت جالب دیدنی دیدار دو دسته آشتی ناپذیر، دربی سوخت زمین و بیاید اکنون شما را با هیئت اساسی هر دو دسته شناس بنماییم. آغاز میکنیم از دسته خوجند. در اینجا الکساندر نیچایف تحت رقم 21 در دروازه است. دارکو ایسایلوویچ رقم 5، رقم 6 دوران جان ارگاشف، کاپیتان دسته رقم 19 حسین نورماتوف، فیروز قرایف باشد تحت رقم 23 در میدان است که حالا توپ را از اوت به میدان وارد کرد. رقم 8 نیکولا اسکیچ تحت رقم 14 لاشا پاراناشویلی بازی میکند. جهانگیر ارگاشف تحت رقم 62 در میدان است. یووان انجلکوویچ تحت رقم 11 بازی میکند. رقم 28 کامران تورسونوف و گیگیچ پتر تحت رقم 9 در میدان هنرنمایی میکند. توجه میکنیم به این حمله در دسته استرافشان در هجوم قرار دارد. خوب و سرمربی دسته مذکور میلانوویچ و باز چند نفر دیگر البته با او در این کار کمک میرسانند. و هیئت اساسی دسته استرافشان دوستان عزیز برای رقابت امروز چنان میباشد. دلشد دادابویف باعث دروازه‌بان است تحت رقم 1 در میدان میباشد. امیربک فیضیف رقم 20، رقم 5 شهزاد اینایتوف، رقم 67 زویرجان تورسونوف بازی میکند. رقم 14 عبدالجلیل منظرов، بوبور قاسیموف تحت رقم 27 بازی کرده است. از رقم 21 مارادونا سفاروف اینجا قاعده بازی بیان کرده می شود و طور مشاهده میکنیم از پا افتید شعبان نعیموف و این حالت البته با اون برده میرساند که دوبار میتواند در جهت خود کارت زرد را بیرون برارد و همین طور هم هست با فیروز قرایف که قاعده بازی را بیان کرد کارت زرد نشان داده می شود. خب جهانگیر سفاروف رقم 9، رقم 11 توخین ارگاشف تحت رقم 8 شعبان نعیموف بازی میکند که حالا شما در روی اکران خود ما از شعبان نعیموف را میبینید. بر مقابل او قاعده بازی ویران کرده شد. دختران با کمک میرسانند و معلوم میشود که درجه جدی بودن اوسیبیو تا کدام اندازه است و
میلان نوشت دوستان عزیز سرمربی دسته خوجند ما شما بار دیگر پیشنهاد کردم میشود شما را در روی تصویر خود مشاهده میکنید و تحت رقم 99 شفقت هوتم دوستان عزیز بازی میکند در هیئت خوب دسته استرافشن شهری استرافشن سرمربی دسته مذکور شیرعلی بابقلوف است که با دسته مذکور کار فعالیت میکند و حالا او را به شما پیشنهاد میکنند و در تصویرهای شما قرار دارد. در مراسم کنونی از همین متخصص با دسته استرافشن کار میکند و در تلاشان است تا بازم با دسته استرافشن و نتیجه بهتری برسد. خب دوباره رقابت امروز را هم حتما با شما شناس میکنم دوستان ارجمند. این رقابت است که در آن باعث دوباره اساسی کار میکند بختیار کومیلوف. توجه میکنیم بار دیگر به همین هجوم تو به داخل جریمه‌گاه پرداخته شد. سوربان احمدزاده و طاهری بهرام از دو کنار به کمک میرسانند. اصلالدین تقایف دوباره چهارم از بینندگان ارجمند بازم در اینجا البته سیستم وار در این بازی مهم کار میکند و نفر اساسی در حوزه وار گلمراد سعدالله است دوستان عزیز با او فرهاد اکورالوف کمک میرساند. همچنین باز در نشان دادن نوارهای تکراری کمک میرساند بیان دوستوف. ناظر داوران روشن اشمتوف است و کمیسر بازی عبدالله سوقیف. همه نفران رسمی واسه بین رقابت را به شما شناس کردم. من شورح گلروز خونردرزاده میباشم که این بازی را از ورزشگاه 20 سالگی فعالیت از ساحل رودستیر از شهر خوجند مستقیما همراه با شما تماشا کرده سودیم. البته برخی از شما این رقابت را طریق تلویزیون تماشا دارد و آنهایی که در ورزشگاه هستند و مثل ما یعنی هیئت جادی و تکنیکی تلویزیون ورزش و فوتبال میتوانند این بازی زیبا این دربی جالب را با چشم سر ببینند. البته در فوتبال کشور ما چند دربی خیلی مهم هستند. اگر همین منطقه را ما به نظر گیریم یعنی منطقه سرزمین البته رقابت اساسی و دربی از همه مهم از نگاه تاریخ از نگاه مخلصان این البته محض رقابت دسته‌های خوجند و استرافشن میباشد. در موسم کنونی لیگ عالی مملکت این اولین دربی است ولی معلوم است که در اون سالهایی که هر دو دسته در الیت فوتبال مملکت در لیگ عالی بازی میکنند هر دو دسته برآمد خوب دارند و ما شما چندین مرتبه شاهد دربی ها میگردیم. حالا دوستان ارجمند مردان سفر در مرکز میدان با تو بود پاسیو و این حمله را ما مشاهده میکنیم که توسط کنار جریان میگیرد پرتاب نوبتی و طرف راست از اونجا میتوان تو به داخل جریمه برتاف میتوان نزدیک بازی کرد. بطور مشاهده میکنیم بازیگران دسته استرافشن امروز کوشش میکنند تا با پاس‌های کوتاه و میانه بیشتر رقابت را پیش برند. جهانگیر سفروف پاسیو و عقیب و توپ تو به خط دفاع برنگردد. یعنی بینید که فوتبالبازان استرافشن برای توپ را از دست ندادن از پاس‌های کوتاه و میانه هم استفاده میبرند. با اداره کردن توپ اهمیت خاصه میدهند. این میتواند از یک جهت به آن رساند که دسته خوجند را یعنی آنها به دام خود کشند دسته خوجند را به پریسینگ دعوت کنند و در نتیجه موقعهای خالی را در خط دفاعی آنها به وجود دارند و این موقعهای خالی را البته که استفاده بنماید. این هم البته یکی از زیرکی‌های فوتبالی یکی از مکاری‌های فوتبالی است که برخی از دستان را استفاده میبرند. در نمار تکرار ما مشاهده میکنیم چگونه قاعده بازی ویران گردید و طور مشاهده کردیم اونجا واقعا قاعده بازی ویران شد. پرتاب با خط هجوم اینجا در کنار کوشش کرد برای گرفتن توپ. فوتبال بازی دسته خوجند توسط کنار بازیگر خطی رقم 11 یوفان انجلکوویچ ولی توپ از حدود میدان بیرون شد و حالا البته از خطی دروازه از سر نو حمله خود را شروع میکنند فوتبالبازان دسته استرافشن. توسط کنار این حمله جریان دارد. حرکت اینجا به مرکز دیده می شود. پس به شفقت هوتم حملگر مرکزی است و در قسم بیشتر دستای خود ما با حیث حملگر مرکزی بازی می‌کنیم فوتبالباز. پس به خط هجوم ولی اینجا البته به توپ رسیدن میتواند امکانیت ولی به داور چی میگوید؟ قاعده بازی بران شد یا نه؟ توپ طولا در نظارت دسته خوجند است. میتوان این امکانیت را استفاده برد و یک
وضعیت است که البته میتوانند دوباران با اهمیت خاصی بدهند، چون البته در اینجا سیستم وار هم کار میکند. این حالت میتواند بازم به اون ور رساند که دوبار خود به نزد مانیتوری وار برود. حالا مشاهده میکنیم که در اینجا یک فوتبالباز در زمین خوابیده است. این بازیگر دسته خوجان میباشد، نیکولا اسکیچ. ما از همین فوتبالباز این زمان در زمین خوب است. خب بیاید مشاهده کنیم همون فرصتی که قاعده بازی ویران گردید و از پا افتید اسکیچ، ما همون حالت رو مشاهده میکنیم و اون حالتی که دروازه‌بان دلشاد دادابویف دوستان ارجمند دلشاد دادابویف با توپ بازی کرد. در لحظه تکرار ما شما چیزی رو خیلی خوب مشاهده میکنیم. بار دیگر مشاهده کردیم که چگونه او البته خود سرول اشتباه کرد، یعنی دیر کرد برای با پیش توپ اومدن و بعداً هنگامی که یووان انجلکوویچ اولین شده به توپ رسید، این فوتبالباز کوشش کرد، یعنی دلشاد دادابویف کوشش کرد و توانست توپ را از نزد پایهای رقیب زده دور کند. یعنی از اون چیزی که ما اینجا در ورزشگاه مشاهده کردیم و بعدا در نوارهای تکراری هم خیلی خوب ما نشان داده شدن، میتوان به خلاصه آمد که دوور قرار درست برآورد، چون که با توپ بازی کردن و اولین شده به توپ رسیدن دلشاد دادابویف در آن فرصت معلوم بود. از این لحاظ هم البته از حجره وار هیچ اشاره به شاید هیچ اشاره البته نشد، شاید اشاره شد. این رو اکنون تنها دوباران وین خود میدانند و آن گوشمانکای آنها. امکانیت نوبتی البته برای فوتبالبازان دسته استرافشان پیدا می شود. توپ در نظارت فوتبالبازان استرافشان باقی میماند. جان تورسونوف پاسی با کنار. طرف راست خط حمله دسته استرافشان خیلی فعال است. توسط همون کنار بسیارتر هجوم شکل میگیرند. یک پاس دیگر زوجان تورسونوف به مسافت طولانی، ولی اینجا توپ خیلی بلند پرتافته شد. از این لحاظ الکساندر نیچایف اولین شده به توپ رسید و به خطا توانست او توپ را بگیرد. حمله نوبتی با مرکزی میدان. طبعا مشاهده میکنیم بازیگران دسته استرافشان البته از آغاز رقابت به اداره توپ اهمیت بیشتر میدهند، اما هنگامی که فوتبالبازان خودجان توپ را میگیرند آنها در حال به مرکز میدان بازی میکنند و در حال کوشش میکنند که به حمله بگذرند. یعنی با اونها این چیز دست میدهد یا نمیدهد، فرصت خوبی گلزنی را به وجود میارند یا نمیارند، این کلا سوال دیگر است. این موضوع دیگر می باشد، ولی اونی که بازیگران این تیم کوشش کم دارند برای دوره کردن توپ و در حال به حمله میگذارند، این چیز از آغاز رقابت عیان می باشد. پرتاب کنار، اینجا پرسینگ خوبی فوتبالبازان خودجان کرد و اونها توپ را به خود برگرداندند. پرتاب به خطی هجوم تا الان توپ در نظارت فوتبالبازان شهر خودجان می باشد. تلاش نوبتی برای گرفتن توپ گفتم تورسونوف. تنها دو دفاعگر مرکزی این زمان از خط مرکزی این طرف، یعنی در نیمه میدان خودجان بودند، دیگران باشند در خط حمله قرار داشتند و حالا باشد فوتبالبازان دیگر مجبور میشوند تا برگردند و خط دفاع. بسیارتر البته چنین بازی‌ها میتوانند از پرسینگ هم وابستگی کلان داشته باشند. کدام از این دسته پرسینگ بهتر دارد کی توپ را میگیرد و از همه مهم البته در چنین بازی‌ها که دو رقیب آشناپذیر با هم بازی میکنند، یعنی این نه تنها یک بازی عادی میباشد، اینجا گپ سر ننگ و ناموس، گپ سر جسارت و متانت و اراده قوی هر یک فوتبالباز و هر یکی از دسته و در آلودگی می رود. اینجا یک اشتباه می تواند تقدیر بازی را حل و فصل می نماید. حالا وضعیت استانداردی ضربه کنجی به نفع دسته استرافشان. اینجا وضعیت خیلی خوب بازیگزاری انجام داده شد، ولی نتوانست پاس را درست‌تر یا به داخل جریمه‌گاه امیربک فیضی برساند. همین بازیگر که از خط دفاع به هجوم آمد در وضعیت استانداردی، معلوم است که همین چیز را در مشق و تمرین‌ها دسته استرافشان کار کرد، اما از یک طرف در مشق و تمرین‌ها همه این حالت‌ها را مشق کردن، ولی از جانب دیگر باشد در عمل تطبیق کردن اونها می باشد. یعنی این دو موضوع علیحده می باشند، نه همیشه اون چیزی که در مشق و تمرین است و اون نقشه هایی که در معینه هر یک فوتبالباز و در مغز و سر هر یک مربی است در عمل تطبیق می شود. یعنی چنین رقابت ها همچنین رقابت بین خودی مربیان هم هست از نگاه تاکتیکی، نبرد هم هست، یعنی یک نبرد تاکتیکی که کدام مربی
از نگاه تاکیدی بر همتای خود از دسته دیگر افضلیت پیدا میکند. این هم اهمیت خاصه خود را البته که در چنین بازی‌ها داشتن میتواند. سال 90 با خطی هجوم بازم پرتاب طویل اجرا کرده شد، ولی این پاس با مبارزه بود، یعنی در حالی که بازیگر دسته استرافشان توپ نرگش در تنهایی در بین سه نفر قرار داشت، پاس هوایی به طرف رسانیده شد که توپ را گرفتن البته در چنین فرصت و با در نظر داشتیم که دو دفاعگر دسته خوجند، دو دفاعگر مرکزی هم درکو سایلویچ و هم دورانجان نرگش قد و پاست خیلی بلند دارند. توپ را از آنها گرفتن البته این نکار آسان می باشد. در لحظه تکرار حالتی را میبینیم که چگونه از پا افتید جهانگیر سفرов، بازیگری که حالا البته در دسته استرافشان زیاد بازی البته برگزار نشدند، ولی دلیل همین است که همین حالا بهترین نشانزن این تیم میباشد با دو گل در اون بازی که در دور اول برگزار شد. این بازیگر توانست با زدن دو گل شرفیاب گردد. من در مورد جدول مسابقه منطقه دسته و باز البته کدام بازیگران بازی خوب را نشان دادند، در رفت بازی با دست دادن امکانیت میتوان معلومات بیشتر داد. بازم یک وضعیت دیگری که بازیگر از پا افتیده است، در حال لحظه تکرار به ما نشان داده می شود و ما میبینیم که چگونه در این نوبت قاعده بازی بر مقابل نیکولا اسکیچ ویران گردید. حالا داور به نزدیک رفته است تا سلامتیش واقف بگردد. مخلصان البته از زیب فوتبال هستند. آمدن مخلصان به ورزشگاه فوتبال را زیب، زینت و شامت خاصه میبخشد. از این لحاظ البته این نه تنها به دسته استرافشان به دسته خوجند ربط دارد، به همه دستا این ربط دارد که مخلصان که حالا البته فوتبال در کشور ما به یک ورزش تبدیل یافته است که دقت به فرق از سالهای قبلی با اون بیشتر و بهتر می باشد. حتی میتونم گفت خیلی زیاد. از این لحاظ البته از طرف مخلصان هم این چیز باید درک کرده شود و مخلصان همیشه پیوسته و همواره باید به ورزشگاه تشریف آورند. ورزشگاه باید همیشه به هنگام چنین بازی پر باشند، چون که البته اون دستگیری اون تشبوس هایی که هستند باید نسبت فوتبال بازان است، نسبت مربیان و حتی نسبت مخلصان هم است، چون که شما میدانید بهترین مخلص هم انتخاب کرده نشود. حالا دوستان ارجمند، ما با سیستم وار با مانیتور وار باید متوجه بگردیم. البته دو وار پیش از همه با اون متوجه میگردد و باید مشاهده کند که این حالت ارزنده کارت رنگش سرخ هست یا نه و دوباره باید قرار خود را برآورد. عبدالجلیل منظرов در همین حالت پای خود را خیلی بلند برداشت و او قاعده بازی را اینجا ویران کرد بر مقابل نیکولا اسکیچ. از چند زاویه این حالت را متوجه خواهد شد داور بازی امروزه. برای داوران هم البته چنین بازی ها اهمیت بزرگی دارند، نه همیشه آسان جریان میگیرند و بختیار کامیلوف حالا قرار خود را میبرد. البته معلوم است که قاعده بازی ویران شد، ولی این یگان سوال را به وجود نمیارد، چون که نیکولا اسکیچ توپ را خیلی خوب برداشت از بالای رقیب، از بالای عبدالجلیل منظرов و عبدالجلیل منظرов من امکانیت به توپ رسیدن را هم نداشت. خب آماده است بختیار کامیلوف تا قرار خود را به همه ما و شما با اشاره نشان بدهد و کارت سرخ دوستان عزیز نشان داده میشد به فوتبالباز دسته استرافشان. این دقیقه 17 رقابت است و دسته استرافشان از دقیقه 17 آغاز کرده تا آخری رقابت در میدان با شماره کمتر خواهد بود. منظرов نشان میدهد که او پای خود را بلند نبرداشت، اما دیگر اینجا هیچ سخن فایده ندارد. باید بازیگران دیگر از پیش داور دور شوند تا اونها هم کارت زرد نگیرند، چون که برای بحث و مناظره با داور کارت زرد را هم میتوان گرفت و خودی
عبدالجلیل منظرов باید از میدان اکنون بیرون رود، چون که داور قرار خود را دیگر نخواهد کرد. داور رفت به نزد وار، داور دید، داور قرار را قبول کرد و این قرار عوض نمی شود. خب دوستان ارجمند، عبدالجلیل منظرов بازیگری که در خط دفاع تا همین دم هنرنمایی کرد از میدان رانده می شود، از میدان خارج کرده می شود و ما بار دیگر همین حالت را مشاهده می کنیم که چگونه قاعده بازی ویران گردید و این حالت به کار سرخ آورد. اکنون توجه میکنیم به حمله. این حمله دسته خوجند است، البته دسته که در میدان با شماره بیشتر هنرنمایی میکند باید پیوسته و همواره در هجوم قرار بگیرد. کاری دسته خوجند حالا به یگان شکل تردید البته آسان گردید. حمله نوبتی این استرافشان است که در هجوم قرار دارد. پرتاب به داخل جریمه‌گاه و این وضعیت خیلی زود برطرف کرده شد. باز یک فوتبال دیگری دسته خوجند حالا در زمین میخوابد. مشاهده میکنیم که چه حالت رخ داد در مرکز میدان. اینجا البته بسیار از همه اون هنر و مهارت اکتوری که داشت استفاده کرد و با زمین خود را هوا داد. بازیگر دسته خوجند اکنون یک بازیگر البته با کارت سرخ جزا داده شد، ولی برای این حالت در گمان است که حداقل کارت زرد نشان داده شود. اندکی رسیش بود با پیتر گیگیچ و او در حال بعد از این رسیش خود را به زمین پرتافت. شاید با یک انگشت به او رسیده باشد فوتبال دسته استرافشان و ضرب یک انگشت چنان تأثیر بخش و بزرگ و پرشدت بود برای این فوتبالباز که به زمین افتاد. معلوم است که داور همین را پای میبرد و هیچ کارتی را برای یگان کس نشان نمیدهد. خب تغییرات دوستان ارجمند، این تغییرات تاکتیکی است. از میدان بازیگر تحت رقم 8 شعبان نعیموف گرفته میشد و حیدر ستار به میدان میآید به خاطر اونه که فوتبالبازی که کارت سرخ گرفت عبدالجلیل منظرов او بازیگر خط دفاع بود و اکنون مجبور است شیرعلی باباقولوف تا یک فوتبالباز قسمت میانه را از میدان گیرد و به جای فوتبالباز خط دفاع را وارد میدان سازد تا بازی این دسته در خط دفاع پیش از همه بهتر باشد. قاعده بازی ویران نشده است. دوباره اشاره می‌کند که میتوان بازی را ادامه داد. پرتاب به کناری راست حسین نورماتوف در کنار، نه این فیروز قرایف است که در کنار با تو بود. دوباره با فوتبالبازان دسته استرافشان ولی پس بدون نشانی بدون سراغ بود که به خط حمله رسانیده شد. اکنون دسته استرافشان با شکل جوگرشوی 4-4-1 بازی خواهد کرد. مجبور است تا بازی را همین طور ادامه دهد. پس به عقب در مرکز میدان فیروز قرایف از توپ را به خط حمله میپرتاید. جهانگیر ارگشیف مبارزه او
خیلی خوب با سری وقت دارکو ایسایلویچ پای برد این فرصت رو. ابرازاده از میدان بیرون میکند. اوت به نفع دسته سرافشان. در چنین حالت فوتبالبازان شهری سرافشان البته به نیمه میدان رقیب میگذارند. ضربه اشازاده نهایت به خطی هجوم. خود بازی ویران شد. بر مقابل دوران جان ارگاشف خود ویران کنی بود. تلقین ارگاشف خود بازی رو ویران کرد و در لحظه تکرار ما برد رنج رو مشاهده کردیم. یگانه حمله‌گری که اولو در هجوم دسته طرفشان باقی میماند این شفقت هوتم است. هنگامی که فوتبالبازان خوجند تو مرکز میدان میآیند بعدا در اینجا البته فوتبالبازان دیگری از طرفشان هم کوشش میکنند و با پرسینگ میگذارند. مارادونا سفرف، جهانگیر سفرف بازیکنانی که نزدیکتر به خط حمله بازی میکنند. ارسال با داخل جریمه گل فرصتی خوب ضربه و حالت خیلی خوب گلزنی به وجود آمد. ضربه اجرا کرده یووان انجلکوویچ بالاتر از دروازه از میدان بیرون شد. البته چون این ضربه را زدن خیلی مشکل است. در نبار تکرار مشاهده میکنیم بار دیگر. اینجا افساید البته که نبود و توپ هنگامی که در هوا باشد نه همیشه به پا میشیند و توپ در هوا بوده رو ضربه زدن و دقیق ضربه زدن البته خیلی و خیلی مشکل باشد. میشود البته با مانند یووان انجلکوویچ ضربه زده توپ را به بازار پنجشنبه رساندن. اما با چنین اصول ضربه زدن توپ را به دروازه وارد کردن بود. چون این شک چون این ضربه که توسط هوا آماده شده باشد خیلی مشکل است. باز میدان بیرون شد و اوت اینجا باید به نفع دسته طرفشان باشد. بله خیلی زود مشوری کرده فوتبالبازان دسته خوجند از اوت رو بازی وارد کردند ولی دوبار اونجا همه چیز رو پای برد چون که همه چیز در نزد او رخ داده بود. دوباره کناری رو در نظر دارند و اوت به نفع طرفشان بود. حالا طرفشان در هجوم قرار دارد. بازم خیلی زود این حمله قطع کرده می شود. کورتو ضربه اول نرسیده ایستاده است و تو همیدن دسته طرفشان با طرفی دروازه الکساندر نیچایف ضربه نزده است. خود بازی ویران کرده شد بر مقابل حسین نورماتوف. دو بازیگری که از دو کنار دسته خوجند بازی میکنند یعنی فیروز قرای و حسین نورماتوف وظیفه اونها البته با هجوم گذاشتن هم هست. یعنی آنها باید وسیگی را در خط حمله تامین بنمایند و از نظر به حسین نورماتوف فیروز قرای بیشتر حتی به حمله می رود. یعنی او به فرق از حسین نورماتوف خیلی زیاد توسط کنار دیگر البته توسط کنار راست به هجوم میگذارد و در این حالت جهانگیر ارگاشف کمی به مرکز می رود. او کنار رو با پرگی با فیروز قرایف میماند. مارادونا سفرف پاسیو با عقیب هنگامی که البته سفرف مارادونا با چمپیونات تاجیکستان آمد در اول این یک خبری بود که مارادونا با تاجیکستان آمد مارادونا در تاجیکستان بازی خواهد کرد. یعنی یک خبری بسیار غیر عادی بود چون که نام این فوتبالباز غیر عادی است مارادونا و آیسته آیسته البته همه ما شما عادت کردیم و دیگر گوییم که به یکم ممنوعیت به یکم احساس غیر عادی نام این فوتبالباز را به زمان میاریم. مارادونا سفر بر تو بکنار در طرف راست خولگی زیادی به وجود آمد در هجوم و میتوانند چیز را استفاده کرد. انجلکوویچ حالا با توپ پاسیو به مرکز کامبیناسیون خصوصا تشکیل بنمایند انجلکوویچ و همدسته دیگری و فکر دارم اونجا نیکولا اسکیچ بود ولی این کامبیناسیون هیچ با هیچ انجام بر تو بکنار شهزادی نویتاف ارسال با خطی هجوم با قاسموف بود که پرتاب طویل انجام داد ولی
اینجا هم توپ نادقیق رفت. در بازی دور یکم یعنی تنها 2 دور پیش از این معلوم است که این دور سوم است. یعنی پیش از این تنها 2 دور دور گردیدند و تو حالا البته موقع دست اهمیتی ندارد، چون که بعد از حداقل نزدیکتر به دورهای دهم میتوان گفت که دستا موقع خود را الکی معلوم کردند و آهسته آهسته از همان موقع 2-3 موقع بالو یا پس نرود. مارادونا سفارов پاس با داخل جریمه‌گاه حمله نوبتی دسته ایسترافشان امکانیت برای فوتبالبازان شهر ایسترافشان با وجود میآید. میتوان این وضعیت را درست تر استفاده نمود ولی توپ را خیلی زیاد در نزد پایه خود نگاه داشت جهانگیر سفارov. نتوانست پاس را با داخل جریمه‌گاه پرتاید. بابر قاسموف پاس با عقیب و فوتبالبازان خط دفاع برای توپ را از دست ندادن. ایدر ستاروف پاسی با کناری راست و توسط کناری راست کوشش خوب امیربک فیضیف. شفقتی حاتم بابر قاسم امکانیت است. جهانگیر سفارov توپ را به داخل جریمه‌گاه پرتافت ولی اونجا هیچ کس نتوانست توپ را بگیرد و حالا حمله جوابی دسته خوجند را با مشاهده میکنیم. انجلکوویچ با توپ با پاسی با کنار که در اینجا پتر گیگیچ است. توپ را با نوبتی و بازیگران دسته ایسترافشان این وضعیت را برطرف میکنند. ایسترافشان در دور یکم اونجا هم دربی داشت، یعنی بازی با دسته پرواز در همین میدان در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت و بازی مساوی جنبال شد 2-2 در اون دیدار. 2 گل رو توانست بازیگر این دسته به هدف رساند. 2 گل رو بازیگران این تیم به هدف رساندند و توانستند البته پیروزی خوب و مهمی خود را به دست آورند. پرتاب با خط هجوم و اون گل زیبایی که البته در اون دیدار عبدالفتاح خود زوده زد، اونم در خاطرم شما مونده است در بازی دور یکم که گل زده او خیلی واقعا زیبا بود. در همین میدان زده شد. بعد در بازی که حالا در اونجا الکساندر نیچایف است، یعنی یک رقیب را فریب داده، ضربه خیلی خوب اجرا گردید با گوشه بالای دروازه. امروز عبدالفتاح خدادادزاده در هیئت ذخیره است. بعد از آن در بازی دور دوم که بر مقابل حاصلات بازی کرد دسته ایسترافشان در هیئت اساسی بازی کرده بود، ولی امروز در دربی بازیگر مذکور بازیگر نامبرده وارد میدان نشده است. امکانیت است برای فوتبالبازان دسته ایسترافشان. وضعیت خیلی خوفناک، ضربه و دروازه‌بان نولت را برطرف میکند. شفقتی حاتم کوشش خوب داشت، ضربه قوی، ولی الکساندر نیچایف آماده بود تا این وضعیت را برطرف سازد. لحظه تکرار رو مشاهده میکنیم که چگونه این هجوم شکل گرفت. با یک رسیش جهانگیر سفارov پاس خیلی خوب داد. شفقتی حاتم هم اینجا ضربه اجرا کرد، ضربه مستقیم بود و دروازه‌بان موقع درست را اشغال کرد و این حالت را برطرف کردن توانست. خطای فوتبالبازان خط دفاعی دسته ایسترافشان با هجوم خیلی خوفناک دسته خوجند می‌آورد. پاس با خط هجوم جهانگیر ارگاشف در نگاه داشتن توپ اونقدر مهارت خوب نشان نداد، رفت حمله کاهش یافت و با سبب زیاد در نزد پای خود نگاه داشتن توپ و فوتبالبازان دیگری دسته ایسترافشان هم فرصت پیدا کرده به خط دفاع برگشتند. ارسال بعد داخل جریمه‌گاه، فرصت نوبتی برای دسته خوجند، توپ الکی از میدان بیرون شده بود. این امکانیت برای یوان انجلکوویچ پیدا شد. هاراناشویلی باز یک لگنر دیگری دسته خوجند که امروز تلاش بازیگر مذکور در خط نیم حمایه زیاد دیده می شود.
бобур қосимов дӯстон азиз капитани дастаи Истаравшан ки дар бозии даври дуюм 3 ҳафта пеш аз ин беҳтарин бозигари дидор интихоб карда шуд. Истаравшан дар майдони худ бо ҳосилот бозӣ кард ва бобур қосимов баъд аз ҳамон дидор ҳамчун футболбози беҳтарини рақобат интихоб шуд. пас вақи ҳамлаи дастаи Хуҷандро ҳоло мушоҳида мекунем тавассути Каннор. хеле хуб имрӯз Никола Эскич бозӣ карда истодааст, алахусус дар ҳолатҳое ки як ба як ӯ бо рақибон бозӣ мекунад ҳамеша аз рақибон гузаштан метавонад. аут Ҳусейн Нурматов аз аутубро ба дохили ҷаримагоҳи дастаи Истаравшан партофт. як ҳолати дигар ва дар ниҳоят Дилшод Дадабоев аввалин шуда тӯбро мегирад. ҳуҷуми навбатии дастаи Истаравшан новастабон ки дар майдон 10 нафар ҳам бошанд футболбозони шаҳри ҳунармандон. оҳангарону кандакорону дигар ҳунармандону маҳоратдорон. албатта инҷо дастаи Истаравшанро дар назар дорем. ба ҳуҷум зиёд мегузаранд, яъне 10 нафар ҳам бошад футболбозони ин тим ба пурагӣ ба хатти дифоъ намешинанд. камтар аз 15 дақиқаи дигари вақти асосӣ боқӣ мондааст дар қисми аввали дидор ва ҷамъи он дақиқаҳое ки дувар зам мекунад ва ҳатман зам хоҳад кард, чунки лаҳзаи тамошои вар нишон додани корти сурх ҳама ин ҳисоб карда мешавад. Тавроҷон Эргашев ҳангоме ки футболбозони шаҳри Хуҷанд бо тӯб бошанд, онҳо бо 3 дифоъгар бозӣ мекунанд, чунки Фирӯз Қараев ба пеш меравад. партоб ба хатти ҳуҷум Шавқати Ҳутам. Фирӯз Қараев тӯбрабои дар ҳамин минтақаи майдон. Марадона Сафаров ҳоло бо тӯб имконият барои футболбозони дастаи Истаравшан, имконият барои зарбазанӣ ва хеле хуб, бисёрам олӣ Дарко Исайлович тӯбро аз назди пойҳои Марадона Сафаров зада дур кард. ҳамаи мо шумо албатта зарбаро дар иҷрои Марадона Сафаров интизор будем. ҳар боре ки албатта Марадона бо тӯб бошад, ҳамеша ё зарба, ё ребу фиреб, ё финтҳои ҷолибро интизор мешавем. новаст аз он ки кадом Марадона ва аз кадом кишварро дар кадом кишвар бозӣ мекунад. мудом ки номи Марадонаро гирифтин, албатта масъулияти бисёрам бузург дорад. ҳуҷуми навбатӣ партоб ба хатти ҳуҷум Анҷелкович зарбаи Юва. ин навбат зарба пастар рафт, вале бозам нодақиқ. Йован Анҷелкович бисёрам футболбози хавфнок дар ҳайати дастаи Хуҷанд. яке ӯ ва дигаре Никола Эскич, ҳамин ду нафар имрӯз дар зарба задан, дар талошҳои хуберо ба вуҷуд овардан бисёр нақши муҳим дорад. зарбаи кунҷӣ ба нафи дастаи Хуҷанд. ҳисобҳои зарбаи кунҷӣ дӯстон арзманд 1-1 аст. ва ин аввалин зарбаи кунҷи дастаи Хуҷанд дар бозӣ имрӯза мебошад. Ҷаҳонгир Эргашев дар кунҷи майдон. ирсоли ба дохили ҷаримагоҳ бисёрам ирсоли не он қадар хуб, ирсоли бад гуфтанӣ будам ҳатто. вале баъдан тӯб ки ба футболбози дастаи Хуҷанд расид, метавонем ирсоли не он қадар хуб. Шавкати Ҳутам ӯ тӯбро қабул мекунад ва мехост ки ҳатто пас ҳам бирасонад ба Ҷаҳонгир Сафаров, вале муваффақ нашуд.
لحظه تکرار متوجه میشویم که چگونه اینجا خود بازی در مرکز میدان ویران شد. پس نوبتی به خط هجوم. فیروز خرایف پاسیو با مرکز. خرایف توپ در نظرات فوتبالبازان شهر خوجند باقی میماند. پراناشویلی پرتاب تاویلیو جهانگیر ارگاشف مبارزه میبرد برای گرفتن توپ از حدود میدان بیرون نشده است، ولی پرسینگ بسیار هم فاولونه دارن حالا فوتبالبازان دسته خوجند. تلاششون برای برگرداندن توپ به نظرات خوب اینجا خیلی و خیلی خوب بود. اوت به نفیس طرفشان. در همین میدان دسته طرفشان 7 سال است که نمیتواند بر سه خوجند پیروزی را به دست دارد و در میدان خانگی خود البته دسته خوجند حکمرانی میکند. حتی بتوان گفت که حکمرانی مطلق دارد. در حالی که با فوتبالبازی دسته طرفشان کمک رساندند، یک فرصت برای فوتبالبازان دیگر هم بود تا نفس راست کنند. بعد از کمک رسانیدن باز دوباره میتواند اجازه ادامه رقابت را بدهد. تلاش پرسینگ رو ندارند و فشار نکرد و فشار نمیگذارند. البته فوتبالبازان دسته طرفشان میتوان اونها رو درک کرد، میتوان اونها رو فهمید، چون که اونها در میدان 10 نفر هستند و اگر با پرسینگ گذارند با یک نفر کم در میدان احتمال گرفتن توپ در نتیجه پرسینگ خیلی کم است و موقع خالی در خط دفاعی اونها زیاد پیدا می شود. از این لحاظ البته اونها 10 نفره ریسک نمیکنند، توکل نمیکنند و با پرسینگ نمیگذارند. دسته خوجند باشد حالا در یک وضعیت برای خود خیلی خلای قرار گرفته است. میتواند بمالال با پرسینگ گذارد، چون که یک نفر زیاد دارند احتمال برگرداندن تو برای اونها خیلی زیاد است. تنها لازم برای اونها است که دقیق تر باشند. مبارزه نوبتی اونجا بابور قاسم اسپاف دید. بابور قاسموف مبارزه نوبتی و توپ در نظارت فوتبالبازان دسته ای طرفشان است. ارسال با خط هجوم اینجا شبکت یافتن در تنهایی می باشد. حسین نورمت Лашар Паранашвили.
افغاناشویلی در منطقه تکیه‌گویی دسته خوجند لاشا بازی میکند و در اداره کردن توپ، از دست ندادن توپ و گردان کردن حمله های دسته خوجند البته نقشی مهم است. توجه میکنیم به حمله نوبتی، میخواست اینجا ضربه را به طرف دروازه اجرا کند. فکر دارم بازم یوون انجلکوویچ بود. بله محض همین بازیگر، ولی این وطن ضربه اجرا کرده لیگیونری دسته خوجند بالاتر می رود. همچنین به یک فوتبالباز رسید. ما میتوانیم در لحظه تکرار این چیز را بینیم. برای همین هم ضربه کنجی خواهد بود. ضربه دومی کنجی دسته خوجند. پرتاب بعد داخل جریمه گل و دروازه‌بان دلشاد داده با این وضعیت را برطرف میکنه. تو مستقیم به دروازه رفت از کنج میدان. حسین نورمت پس باقی اینجا با الکساندر نیچای تبدیل شده به توپ میرسد. هرچند شرکت هوتان تلاش کرد تا کمی با خلال رساند، اما از دو پالوی دفاعگران مرکزی بودند، هم دارکو ایسایلویچ و هم داوانجان ارگاشف. یک نفر بر مقابل سه نفر رو هیچ کردن نمیتوانست. به خود دوام کنه توپ را گرفت بابور قاسیموف و حمله را شروع میکند، اما در مرکز میدان نیکولا اسکیچ این حمله را برطرف کردن توانست. باز یک فوتبالباز دیگر اینجا در زمین خوابیده است. بازم فوتبالباز دسته خوجند، این وقت کامران تورسون. شده میکنیم که چه حالت رخ داد. همون فرصتی که بابور قاسیموف توپ را گرفت. این باشد لحظه ضربه مستقیم از کنج میدان به طرف دروازه دلشاد دادابویف که آن رو دروازه‌بان برطرف کردن توانست. شماره زیادی فوتبالبازان دسته خوجند در نیمه میدان سرافشان قرار دارند. بینید که هم اینجا جهانگیر ارگاشف، خوب هم گیگیچ پیتر، هم کامران تورسونوف، خوب لاشا پاراناشویلی، همین بازیگران تلاش کردند. بازم دارکو انجلکوویچ، همین بازیگران تلاش کردند تا پرسینگ کنند، یعنی توپ را به خود برگردانند. اما در کم حالت‌ها فوتبالبازان خوجند در نیمه میدان سرافشان توپ را به نظرشان برمیگردانند. حالا ما حالت برعکس را دیدیم. فوتبالبازان سرافشان بعد از پرسینگ توپ را در مرکز میدان گرفتند. با کمک دکتران نیاز دارد. بازیگر دسته سرافشان. خب مخلصان البته شمارهشان در میدان بازم زیاد است، هم مخلصان دسته سرافشان هم مخلصان دسته خوجند. با تماشای این رقابت آمدن، چون ورزشگاه 20 سالگی استقلال جمهوری تاجیکستان در شهر خوجند حالا بعد از آن که اینجا نورافکن‌ها را ماندند خیلی و خیلی زیبا شده است و در سالهای پیش هنگامی که در این میدان فقط روزانه بازی برگزار می‌گردیدند ما امکانیت دیدن چنین فضا را نداشتیم. 5 دقیقه زم کرده شد بینندگان ارجمند به وقت اساسی قسمی اول رقابت و بعد از نصب کردن البته همه این نورافکن‌ها که بازم زیب میدان و زیب فوتبال رو دیگر میکنند، چون که شما هم روزی میشوید فوتبالی که روزانه است و از اون فوتبالی که شبانه است کلاً فرق دارد. هم برای تماشا هم البته برای مخلصان همیشه خلای است، یعنی مخلصان میتونن بعد از کار اینجا البته نه تنها بگیم که به اصطلاح کاری که از 8 تا 5 میکنن در نظر داشته میشد، میتواند کاری عادی روزگار باشد که البته بعد از اون شامگاهان برای فراغت با تماشای فوتبال با دستگیری دسته دوست داشته بیاد. از جمله که امروز مخلصان سرافشان و خوجند در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت قرار دارند. ضربه دلشاد دادابویف تا مرکز میدان میرسد و در حال توپ را به خود برمیگردانند بازیگران دسته خوجند. فیروز خرایف پرتاب طویل و به خط هجوم و اونجا جهانگیر ارگاشف مبارزه برد برای گرفتن توپ.
اما فوتبالبازان استرافشان از روی برطرف کردن این حالت برآمدند. ضربه خیلی قوی حیدر ستارov بود. فیروز قرایف پاسی به مرکز بازم پای میبرد در همین فرصت لاش پاراناشویلی که توسط کدوم موقعی باید بازی کند. یعنی بازیکنانی که در همین موقع در منطقه تکیه‌گاهی بازی میکنند آنها باید یک زنجیره بین خط دفاع و خط هجوم باشند. ارسال به خط حمله امکانیت نوبتی برای فوتبالبازان دسته خوجان ولی دیر کرد در ضربه زنی فیروز قرایف. این به حمله جوابی دسته استرافشان میآورد. راستی یک چیز رو پای نمیبرم، شما خود میبینید که فیروز قرایف خیلی زیاد به حمله میرود، یعنی موقع او گاه خالی میماند در خط دفاع. اما از چی باشد که فوتبالبازان دسته استرافشان همیشه توسط کنار دیگر به حمله میروند. در کناری که حسین نورباتوف است و او کم میرود به خط هجوم با فرق از فیروز قرایف. یعنی شاید با فایده کار اون میشد که اگر دسته استرافشان توسط کنار چپ حمله بیشتر به هجوم بگذارد، چون که در اینجا موقع‌های خالی بیشتر پیدا می شود. مارادونا سفارov پاسی با کنار چپ شفقتی هوتن با توپ دوباره باقی برمیگرداند جهانگیر سفارov شهزاد نویتوف باقی توپ به دروازه‌بان توپ دلشاد دبایف میرسد. هجوم نوبتی پرتاب به خط هجوم. اینجا گیگیچ پتر مبارزه او از پا میافتد. دوباره اشاره میکند که خودی بازی برانه شده است. بازیکنان استرافشان به حمله میگذارند ولی در مرکز میدان توپ را برمیگرداند یوان انجلکوویچ و نفی دسته خوجان. نیکولای اسکیچ توپ رو از دست داد شفقت هوتن ولی بینید که 3 نفر بر مقابل 4 نفر در حمله هستند. فوتبالبازان استرافشان واسه از این توپ را در نظر داشته میگو داشته به حمله میگذارند. پرتاب به خط هجوم این وضعیت برطرف می شود. جهانگیر ارگاشف پرتاب به خط هجوم یوان انجلکوویچ پاس میدهد ولی در مرکز خط حمله هیچ کس نیست در اون موقعی که باید پیتر گیگیچ باشد. فیروز قرایف لاش پاراناشویلی زمینی پاس رو دقیق به خط حمله رساند. جهانگیر ارگاشف پاسی و امکانیت خیلی خوب ضربه و یک ضربه دیگر دروازه‌بان برمیگرداند. واقعا هم حالت خیلی خوب گلزنی فرصت 100% گلزنی که برطرف کرده شد. دو امکانیت داشتن فوتبالبازان دسته خوجند برای توپ را به دروازه وارد کردن و دوباره حالا همگان را آرام میکنند. حسین نورباتوف با پیش اومدن میگوید که توپ اونجا به دروازه وارد شد. این چیز را مشاهده کردن لازم و این چیز را دیدن لازم است. ما بار دیگر در لحظه تکرار میبینیم. خوب جهانگیر ارگاشف پاسیو بعدن ضربه پیتر گیگیچ چون نمی‌نبود که توپ در خط بود. انا در همین حالت در لحظه اول توپ در بالای خط بود. در لحظه اول توپ در بالای خط بود و لحظه دوم ببینید توپ با بالای خط افتاد اما لحظه دوم رو دیدن لازم است. در لحظه اول دقیقاً توپ با بالای خط به زمین فرود آمد. انا همین لحظه دوم رو در نظر داریم و دوبار اکنون چه قرار میبرد دوبار و نزد فوتبالبازان ذخیروی دسته استرافشان میاد و حالا کارت زرد شاید با یکی از آنها نشان میدهد. خب کارت زرد و یکی از کارمندان
دسته استرافشان با یوورانی سامرابی و همین طریق دوستان ارجمند قسم اولی رقابت با انجام رسد. در نیمه اولی دیدار فوتبالبازان هر دسته کوشش تلاش و جهد تکاپوی زیادی کردن برای زدن گل، برای موفق گردیدن، ولی در نیمه اول ما شاهدی گل نگردیدیم. قسم اول با حساب 0-0 دوستان ارجمند به انجام رسد، ولی در نیمه اول حالت دیگری رخ داده بود که با کارت سرخ جزا داده شد ابو جلیل منظرов فوتبالباز دسته استرافشان و در میدان 10 نفره دسته مذکور در قسم اول بازی کرد. در نیمه دوم همچنین خواهد بود. خب 0-0 نیمه اول به اتمام رسد و ما انتظار میشویم قسم دوم دربی سرخ زمین را.
ارجمند و مخلصان سرشماری فوتبال برمیگردیم با ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان و شهر خوجند با قسم دوم رقابت دستای خوجند و استرافشان. این دربی بزرگی سوخت است، در دربی که دو دسته شنوپذیر، دو رقیب با هم مقابل و ضد خوجند و استرافشان به میدان نبرد وارد میگردند. قسم اول رقابت با حساب 0-0 به انجام رسید. در نیمه یکم دیدار حالتهای زیادی با وقوع پیوستند، در جمله کارت سرخ گرفتن عبدالجلیل منظرов بازیکن که تحت رقم 14 در هیئت دسته استرافشان بازی میکرد، او از میدان رانده شد با سبب ویران کردن خود بازی بر مقابل نیکولا اسکیچ و بعد از دقیقه 16 در میدان فوتبالبازان استرافشان در میدان 10 نفره بودند، ولی این امکانیت فراهم نآورد با بازیگران دسته خوجند تا اونها با زدن گل شروع کردند. دخترش امکانیت فراهم آورد، ولی این استفاده رو باز امکانیت رو باز استفاده بودند. از این لحاظ ما شما حساب رو این زمان در نماله و یا خود در تابلو 0-0 میبینیم. یعنی فوتبالبازان دسته خوجند بعد از اون که در میدان رقیب 10 نفره بود خیلی زیاد با هجوم گذاشتند و فرصت‌های زیاد گلزنی رو هم اونها تشکیل کردند. در خصوص در آخر دیدار چگونه یک امکانیت واقعا 100% گلزنی پیدا شد. پیتر گیگیچ هنگامی که ضربه زد و تو بعد از رسیدن به تیر دروازه فرود آمد به خط، باز بعد از آن یک ضربه دیگر هم اجرا گردید که اون را دروازه‌بان برطرف کرد. خلاص برای دسته خوجند امکانات‌های گلزنی زیاد بودند، ولی حساب 0-0 باقی ماند. در بعضی حالات فوتبالبازان خوجند خطا کردند، در بعضی فرصت‌ها دیفوگران توانستند این حالات را برطرف سازند و باز حالت‌هایی بودند که دروازه‌بان توانست دسته خود را از گل نجات بدهد. و همین طریق قسم دوم رقابت با حساب 0-0 آغاز می‌شود. انتظار می‌رود که در نیمه دوم امکانیت‌ها کلاً دیگر خواهند بود. گل در آغاز نیمه دوم فوتبالبازان دسته خوجند با زدن گل شرفیاب می‌گردند و حساب رقابت گشوده می‌شود. یووان انجلکوویچ دوستان ارجمند این توپ را و دروازه وارد کرد و حساب دیدار گشوده شد. در دربی بزرگ سوخت دوستان عزیز ما و شما شاهد گل می‌گردیم و این گل در آغاز قسم دومی دیدار زده می‌شود. دوبار به نزد بازیگران دسته خوجند میاد. بیاید متوجه بگردید به همین فرصت. خوب بله، این گل است که به یگان افساید، به یگان ویران کردن فایده بازی و به حالت‌های دیگر البته زده شد. ما بار دیگر میتوانیم مشاهده کنیم به همین فرصت که چگونه خیلی زیاد کوشش کرد یووان انجلکوویچ و شاید گل حتی به نام او نوشته نشود، چون که اینجا با احتمال زیاد توپ را به دروازه دسته خود میربک فیضی وارد کرد، چون که چنان می‌نمود که ضربه آخرین را ما از همین فوتبالباز زد، نه یووان انجلکوویچ بلکه امیربک فیضیف که می‌خواست ضربه زده توپ را از میدان بیرون کند، ولی این حالت چنان شد که توپ به طرف دروازه خود دسته استرافشان رفت. یعنی با احتمال گل بینفته گل خواهد بود و حساب دیدار 1-0 به نفع خوب دسته خوجند. بیاید در این حالت من شما رو با هیئت دسته شناس کنم. در هیئت دسته خوجند هیچ گونه تغییرات به فرق از نیمه اول نیست. الکساندر نیچاєв دروازه‌بان رقم 21، رقم 5 دارکو ایسایلویچ، رقم 6 داورانجان ارگاشев، حسین نورباتov در رقم 19 در میدان است، رقم 23 فیروز قرایف، رقم 8 نیکولا اسکیچ، رقم 14 لاشا پاروناشویلی، تحت رقم 62 بازی میکند جهانگیر ارگاشев، رقم 11 یووان انجلکوویچ، رقم 28 کامران توسونوف و تحت رقم 9 در میدان پیتر گیگیچ. دوستان عزیز هنرنمایی میکند سرمربی خوب دسته میلانویچ است و بیاید اکنون توجه کنیم به هیئت دسته استرافشان. خوب دوستان ارجمند، هیئت دسته استرافشان اینجا تغییرات به فرق از نیمه اول است. ما مشاهده میکنیم که در میدان عبدالفتاح خودودوزاده بازی کرده ایستاده است تحت رقم 19. این فوتبالباز در میدان است و او توقین ارگاشев را عوض کرد که تحت رقم 11 تا همین دم در میدان بود، یعنی تو انجام قسم اول رقابت و در آغاز نیمه دوم به میدان
маз фато худобузода меояд. ҳаят чунин аст. Дилшод Дадабоев таҳти рақами 1 дарвозабон, Амирбек Файзиев Шаҳзод иноят рақами 25, Зоирҷон Турсунов рақами 67, Бобур Қосимов рақами 27, 21 Марадона Сафаров, Ҷаҳонгир Сафаров рақами 9, рақами 11 Турсин Элгашев буд ки ба ҷои ӯ рақами 19 Абдулфатто Худои Дудзода ду майдон омад ва ӯ бозӣ мекунад. Рақами 8 Шаъбон Наимов ва Шавкати Ҳутам таҳти рақами 99 дар майдони рақобат мебошад. ҳайати дуварон ба таври зайл аст. ин бозиро Бахтиёр Комилов дувар дараҷаи якум ҳакамӣ мекунад. ба ӯ Сорбон Аҳмадзода дувар дараҷаи якум аз як канор ва дувар дараҷаи якум Баҳром Тоҳири Баҳром аз канори дигар кӯмак мерасонанд. дувари дараҷаи дуввум аз Шаҳринав Аслиддин Тағоев дувар эҳтиётии худ дувар чаҳорум аст. дар ин бозӣ таври шумо дар нимаи аввал мушоҳида кардед системаи ВАР кор мекунад. Гулмиёди Саъдулло дар системаи ВАР дар ҳуҷраи ВАР ё саҳитараш гӯем дар автомобили ВАР нафари асосӣ мебошад ва Фаруд Куралов ҳамчунин Баён Дӯстов ба ӯ кӯмак мерасонанд. дар қисми аввали рақобат мо албатта як ишора кардем ки дар рақобатҳои байнихудӣ дастаҳои Хуҷанд ва Истаравшан алахусус дар ҳамин майдон албатта ҳукмронии мутлақи дастаи Хуҷанд эҳсос мегардад давоми солҳои охир ва алахусус дар 7 соли охир варзишгоҳи 20-солагӣ истиқлолият ба як қалъае табдил ёфтааст ки Истаравшан онро маъв карда наметавонад. Фато Бақиб Давроҷон Эргашев зарба ба хатти ҳамла. акнун соли матра мағзи масъала ва моҷарои асосии ҳамин аст ки баъд аз гол дастаи Хуҷанд ба хатти дифоъ мешинад ё прессингро идома мекард. аз ҳама фаъол ҳоло дар прессинг ва дар хатти ҳуҷум Ҷаҳонгир Эргашев ба назар мерасад. ин футболбоз аз дигарон дида бештар медавад. аз он ҳисоб ки 3 нафар дар прессинг буданд ва 2 нафари дигар ба мисли Ҷаҳонгир Эргашев албатта ҳаракатҳо надоштанд. партоб ба канор аз по меафтад. Комрон Турсунов футболбози дастаи Хуҷанд боз як қоидаваронкуни дигар. нишон медиҳанд ки инҷо Амирбек Файзиев фоидияи бозиро вайрон кардааст ва корти зард ҳам аз ба Амирбек Файзиев нишон дода мешавад. Ҷаҳонгир Эргашев дар назди топ. партоби Ҷаҳонгир Эргашев ба дохили ҷаримагоҳ ва дарвозабон инҷо Дилшод Дадабоев аввалин шуда ба топ мерасад. Бобур Қосимов партоб Бақиб Ҳусейн Нурматов зарбаю ба хатти ҳуҷум. муборизаи Ҷаҳонгир Эргашев дар хатти ҳамла бар муқобили Ҳайдар Сатторов. тӯб аз майдон берун гардид аут ба нафи дастаи Истаравшан. Бобур Қосимов зарбаю ба хатти ҳуҷум. Фирӯз Қараев шояд баъд аз гол задан футболбозони дастаи Хуҷанд андаке оромтар гардиданд ва ин оромӣ метавонад барои бозигарони Истаравшан имконият фароҳам орад то онҳо бештар ба ҳамла гузаранд. баъд аз ҷаро такоббу
و تلاش‌های زیادی که خواهند کرد میتوانند موفق هم بگردند. ولی دسته خوجان البته در خط دفاع نشستنی نیست، اونا پیوسته در هجوم حالا قرار دارند. امکانیت ضربه از فاصله دور به طرف دروازه اجرا می‌گردد. کامران تورسونوف از موقع خیلی دور به طرف دروازه ضربه خود را اجرا کرد. بازم کامران توپ را از نزد پای کامران میگیرند. فوتبالبازان استرافشان و امکانیت برای به هجوم گذاشتن هست. شفقتی هوتان توپ به نظارت دسته خوجان میگذارد. جهانگیر ارگاشف از باقی بازم جهانگیر پاسی با کنار رسال با خط هجوم یووان انجلکوویچ در حمله مبارزه خوبی ولی بعدا نتوانست توپ را درست نگاه بدارد و فوتبالبازان استرافشان توپ را گرفته به حمله میگذارند. پس به خط هجوم ولی بازم این پاس توکل کرونا به نشانی و به سراغت هم تو به خط حمله پرتافته شد. با چنین بازی که به اختراع‌کاری گویم یا خود به ایجادکاری در خط حمله باشد موفق گردیدن خیلی دشوار است. این زمان فیروز قرایف در کنار با تو میرسد و پاس خوبی و باقی با پیتر گیگیچ با تو نرسید. بسیار سرعت خوب با ما و شما پیشنهاد کرد و نشون داد فیروز قرایف که توسط کنار توانست او را بگیرد و پاس هم خیلی زیبا با طرف او روان گردید. ورتاب نوبتی با هجوم خوب می‌آورد. کامران تورسونوف حالا با توپ در موقع خالی همسایه قرار دارد. از جمله جهانگیر ارگاشف که پاس با پیتر گیگیچ می‌دهد. ارسال با خیب و خلاصه آمد فیروز قرایف تو از همین موقع ضربه بزند. ضربه اجرا کرده فوتبالباز مذکور البته خیلی نادقیق و خیلی بلند رفت. دسته خوجان در بازی دور گذشته که 3 هفته پیش از این دایر شده بود رقابت داشت با دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش. این بازی در شهر دوشنبه برگزار شد در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی. مساوی 0-0 به گل آن دیدار جنبست شد. یعنی بعد از آن که در رقابت دور اول دسته خوجان بازی کرد و توانست موفق شود با گل زدن با 2 گل زدن. در بازی دور دوم فوتبالبازان این تیم عموما گل نزدند و به دروازه خود گل هم سر ندادند. ولی بعدا در دور سوم بعد از تنفس 3 هفته اینا که برای آماده شدن و برگزار کردن بازی تیم منتخب مقابل فیلیپین بود این دسته باز به زدن گل دست می‌یابد. امکانیت تکنون برای دسته خوجان کامران تورسونوف و دسته خوجان میتواند از یک گل البته بسیارتر زند. جهانگیر ارگاشف با توپ حالا شاید ضربه را آماده کرده ایستاده بود جهانگیر ارگاشف ولی موقع ضربه زنی و نقطه ضربه زنی را محکم کردن بازیگران استرافشان. ارسال و داخل جریمه گل و دروازه بند شده در باید نشاط را نگیرد. و دسته استرافشان همچنین در بازی دور گذشته در بازی دور دوم بازی را به گل جنبست کرد. به گل به معنای آن که نه به دروازه رقیب گل زد و نه به دروازه خود گل زد. بازی مساوی با دسته اوسیلات 0-0 جنبست شد. در ورزشگاه مرکزی شهر استرافشان آن دیدار برگزار گردید. دسته ها نتوانستند به دروازه همدیگر گل بزنند. بابور قاسموف پاسی و باقی شهزاده نویتوف مردان سفر را توپ را نتوانست بگیرد. البته اینجا نایب خودی بود چون که پاس کمی سرعت بلند داشت و توپ از او دورتر بود. لاشا پروناشویلی توپ را با کنار میرساند. از آنجا ارسال با طرف چپ که در اینجا حسین نورمتوف نزدیک بود به اون که توپ را درست قبول کند ولی توپ کمی سخت‌تر رفت و از میدان بیرون شد. ضربه به مرکز
давронҷон Эргашев аввалин шуда ба тӯб расид. ду дифогари марказии дастаи Хуҷанд бе ягон таъриф хеле ва хеле ҳунарнамои хуб доранд. Зарба ба тарафи дарвоза. Йован Анҷелкович ин зарбаро иҷро кард, вале тӯб болотар аз дарвоза рафт. Зарбаи хеле хуб. با این ضربهش البته ثابت کرد انجلکوویچ که ضربه قوی و نشانرس هم حتی دارد. نه همه ضربه فاصله دور البته به دروازه وارد می شود. استادان بهترین در جهان نمی توانند همه ضربه خود را از فاصله دور با گل انجام دهند، ولی خود همون که ضربه خیلی خوب و شخص به طرف دروازه رفت، از آن دولت می دهد که بازیگر مذکور همین مهارت را دارد. خوب در مورد دو دفاعگر مرکزی درک ایسایلویچ و давронҷон Эргашев гап зада истода буданд ки ҳоло ин бозигарон воқеан дар сатҳи хеле хуб баромад карда истоданд. Комрон Турсунов дӯстон арзманд аз майдон гирифта мешавад дар дақиқаи 61 рақобат ва Ашураҷон Шоназаров таҳти рақами 17 ба майдон меояд. Шурат Шоназаров футболбози хати ними ҳимоя аст ва ҳоло Шурат Шоназаров навқеро дар хати марказӣ мегирад ё дар канор инро мушоҳида хоҳем кард. Бо эҳтимоли зиёд ӯ дар қисмати маркази майдон ҳамчун ним ҳимоягари марказӣ бале тавре шумо дар ҳамин бора мебинед. Шурат Шоназаров дар қисмати маркази майдон мавқеъ мегирад таҳти рақами 17. даври мазкур яъне даври сеюми рақобатҳои лигаи олӣ имрӯз баргузоршавии ду рақобат дар назар буд. як дидор ки ҳоло мо шумо дақиқаи 62-ро тамошо дорем, яъне Хуҷанд ва Истаравшан дерби бузурги сух, ва рақобати дигар ин дидори дастаи Варш ва клуби марказии варзиши Артиш мебошад ки аллакай ба анҷом расид, чунки 1.5 соат пеш аз ин дидор оғоз шуд. Вахш бар муқобили клуби марказии варзиши Артиш ҳунарнамоӣ кард ва бо ҳисоби 1-0 дастаи клуби марказии варзиши Артиш пирӯзии худро ба даст овард. Йован Анҷелкович дар канори ҷаримагоҳ тӯбро мегирад, вориди ҷаримагоҳ мешавад, зарба мезанад. дар ҳамин ҷо шояд варианти беҳтар пас додан буд, чунки мавқеи холӣ дар дохили ҷаримагоҳи Истаравшан пайдо шуд ва метавонист онро истифода бинамояд ин футболбоз. ҳамлаи навбате тӯб аз майдон берун нашудааст, аммо қоидаи бозӣ вайрон гардид. метавонем мутаваҷҷеҳ шавем ки Петр Гигич чӣ гуна қоидаи бозиро вайрон кард ва 100% инҷо ҳақ ба ҷониби футболбозони дастаи Истаравшан аз қоидаи бозӣ дағона вайрон гардид, вале бо сабаби баҳсу мунозираи хеле зиёд бо довар ба Ҷаҳонгир Сафаров корти зад нишон дода мешавад. غیر از دو بازی که الکی اشاره کردم دوستان عزیز، باز پگاه در ورزشگاه مرکزی دسته استقلال با دسته روشن بازی خود را دویت خواهد کرد در همین میدان، یعنی در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت باشد. دسته پروازی شهر خوجند با دسته رگارتا دست بازی دویر میکند. بازی دسته اوسیلوت با سردار برگزارشویش در ورزشگاه مرکزی فرخار در نظر است و بازی دیگر برقچی اسخط دوستان عزیز. این رقابت به وقت دیگر گذرانیده شد. پرتاب با کنار در اینجا جهانگیر ارگاشف کوشش کرد ولی
футболбозе ки таҷрибаи бӯю ғанӣ дорад метавонад дар чунин ҳолатҳо бадани худро тавре гузорад ва рақиб дар ин фурсат водор шавад то қоидабозиро бар зидди вайрон кунад. ва шумо ин ҳолатро дар лаҳзаи такрор бори дигаратон мушоҳида кардед. ҳисоби қоидавайронкуниҳо 11-8. Даврон Эргашев партобиё ба канори рост тавассути Коннор ҳамла идома дорад. Фирӯз Хараев ирсолиё ба дохили ҷаримагоҳ ва як фурсати хеле хуб ба вуҷуд омад, вале ин вазъият бартараф гардид. Шавкати Ҳутам, ҷаҳонгир Сафаров тавассути Канор ҳоло худобозӣ мазкур ба ҳамла меравад. Николай Искич, Даврон Эргашев, ҳуҷуми хуби дастаи Хуҷанд пас ба тарафи Йован Манҷалкович. Сари вақт ин вазъиятро бартараф кардан тавонистанд футболбозони Истарафшон. Шаҳзод Иноятов, Дарко Искич дар марказ хеле хуб мубориза бурд. Зарбаю ва дарвозабон Дилшод Дадабоев тавонист ин вазъиятро бартараф созад. яке аз бартариятҳои асосии дастаи Хуҷанд дар бозии имрӯз албатта идора кардани маркази майдон мебошад, чунки дар маркази майдон Николай Искич як ва Лаша Паронашвили ду, ҳамин ду нафар дар гирифтани туп, дар баргардонидани туп, дар идора кардани бозӣ ва идора кардани темпи бозӣ нақши воқеан бориз ва муҳим гузоштанд. бозии ин ду нафар бе ягон таърифу тавсифи зиёдатӣ албатта дар сатҳи олӣ буд. албатта агар даста пирӯзиро ба даст орад, ин пирӯзии кулли футболбозон аст. яъне дар сурати пирӯзии дастаи Хуҷанд ҳам ба ҳамаи бозигарон метавон офарин ва санҳо гуфт, вале боз футболбозоне ҳастанд ки метавонанд онро дар алоҳидагӣ ишора кард ва ин ду легионерро аз нигоҳи албатта идора кардани бозӣ дар маркази майдон метавон алоҳида ишора кард. Абдулфатто Худудузода пас ё ба дохили ҷаримагоҳ ҳолат бартараф мешавад. имрӯз Абдулфатто Худудузода дар канори рост бозӣ карда истодааст. аслан агар мо ду бозии қаблиро ба хотир орем, яъне бозӣ бо Парвоз ва чунин ҳосилот, Абдулфатто дар тарафи чап бозӣ карда буд. хуб, биёед ба тағйиротро мутаваҷҷеҳ шавем дар ҳайати дастаи Хуҷанд. тағйирот аст. аз майдон яке аз футболбозони фаъол дар хатти ҳуҷум Йован Анҷелкович гирифта мешавад. ба майдон бозигар таҳти рақами 4 Парвиз Боқиев меояд. аз майдон ҳамчунин Ҳусейн Нурматов. Йован Анҷелкович ва Ҳусейн Нурматов берун мешаванд. ба ҷои онҳо ба майдон меоянд Парвиз Боқиев ва Фирӯз Холматов. Анҷелкович воқеан фаъол буд дар рақобати имрӯза ва бори дигар мо мушоҳида мекунем он ҳолате ки маъзу кӯшиш кард ҷалотакӯпо ва талош ки баъд аз талошҳои ӯ туп ба дарвоза ворид гардид. Петр Гигич аз вахид Фирӯз Хараев, мебинем ки Фирӯз Холматов мавқеи Ҳусейн Нурматовро дар канори чап мегирад. ҳамчун дифоъгари
طرف چپ میتواند بازی کند و حالا حتی دسته خوجان میتواند با 5 دفاعگر بازی را ادامه دهد، یعنی 2 نفر از کنارها فیروز خولماتوف و فیروز خراєв، 3 نفر در مرکز خط دفاع بازی را پیش برند. کینو البته دوران ارگاشف درکوی سایلویچ و باز میتواند به آنها البته کمک برساند در این کار. یکی از فوتبالبازان قسمتی تکیه‌گاهی. یا خود حتی البته پرویز بوقیف که اولا به میدان آمد و میتواند در همچون فوتبالبازی مرکزی خط دفاع بازی کند. تغییرات در هیئت دسته ایسترفشان دوستان عزیز. شوکت یوتم از میدان گرفته می شود. با جای امینزاده محمد اقبال وارد میدان می شود. این تغییرات واسطه به موقع است در خط حمله مرکز. اکنون فوتبالبازی در بالا ذکر شده محمد اقبال امینزاده بازی خواهد کرد. سال به کنار عبدالفتاح خوددوزاده توپ در نظارت دسته ایسترفشان باقی میماند، ولی این اداره کردن توپ در نزدیکی جریمه گوی آنهاست و در مرکز میدان در هجوم دسته ایسترفشان فیروز خراєв برمیگردد، همچون بازیگر کنار راست خط دفاع می شود. فیروز خولماتوف از این کنار و 3 نفر در مرکز خط دفاع، یعنی همون طبقی که قبلا اشاره کردیم همون طبق بازی ادامه خواهد یافت با 3 دفاعگر مرکز و 2 نفر از کنار. کوشش کرد تا پاس دقیق بدهد امیربک فیضیف، موفق نگردید و این با عکس العمل دسته خوجان میآورد. جهانگیر ارگاشف از پا میافتد، بله بر ضد جهانگیر قاعده بازی ویران کرده شد. ما در لحظه تکرار میبینیم که چگونه او امیربک فیضیف را فریب بود. امیربک فیضیف یک کارت زرد دارد. قاعده بازی ویران گردید. کارت زرد با که عبدالفتاح خوددوزاده نشان داده می شود. لحظه تکرار را می بینیم. برای همین کارها هم کارت زرد نشان می دهیم. یعنی برای چنین کارهای نادرست و نالازم. حتی با کنار با داخل جریمه فرصتی عالی گل زدن، ضربه و چگونه این حالت با گل انجام نیافت. فرصت 100% گلزنی برای شهرت شاهنظرов، ولی اونجا افساید هم بود. فراموش کرده لازم نیست، با احتمال زیاد افساید بود و اگر شهرت شاهنظرov توپ را به دروازه وارد میکرد گل حساب هم نمیشد. شاید افساید بود، شاید نبود، دیدم بازی چون نمی‌نبود که افساید بود. اما این اکنون اهمیتی ندارد که افساید بود یا نبود، چون شهرت شاهنظرov توپ را به دروازه وارد کردن نتوانست.
تلاش فوتبالبازان دسته استرافشان در کنار مبارزه محمد اقبال امینزاده. اکنون فوتبالبازان جوان و مثل محمد اقبال امینزاده، عبدالفتاح حدودزاده باید حداقل برای یک امتیاز دسته استرافشان مبارزه برند. پرتاب بعد داخل جریمه گاه امکانیت و این وضعیت را برطرف میکنند دفاعگران دسته خوجند. کمتر از 10 دقیقه دیگر وقت اساسی باقی مانده است. شهزاد عنایتov در نظر توپ در همان موقعی که قاعده بازی ویران کرده شد. امیربek فیضیف پاسی و رقیب ضربه توپ و نزدیکی جریمه گاه میرسد. در آنجا مبارزه پرویز بوقیف با عبدالفتاح حدودزاده. باز میدان بیرون میشود. اوت بند فوتبالبازان دسته استرافشان اکنون ریسک میکنند. توکل باید کنند فوتبالبازان استرافشان چون حساب 1-0 میتوان یک گل را فرقیت یک گل را از بین بود. یعنی با خط هجوم باید بپارگی توجه کرد. دیگر اینجا مهم نیست که حساب 2-0 شود 3-0 شود. مغلوبیت خواهد بود. اما با حمله گذاشتن و جلوی توپ با تلاش بازیگران استرافشان میتوانند یک امتیاز بگیرند. بابر قاسیموف هجوم نوبتی فوتبالبازان دسته استرافشان ارسال بعد داخل جریمه‌گاه. این حالت هم برطرف کرده می شود. در دقیقه اخیر امتحانی جدی خط دفاعی دسته خوجند خواهد بود، ولی حالا دسته مذکور در حمله قرار دارد و استرافشان در دفاع. شهرت شانازرف تلاش نوبتی این فوتبالباز ولی او نتوانست رقیب را فریب بدهد. وضعیت مذکور با ضربه کنجی جمع بحث می شود. دسته خوجند جهانگیر ارگاشف در نزد توپ قرار دارد. چون هر وقت در وضعیت‌های استانداردی پرتاب این نوبت خیلی پاس زیبا و درست و داخل جریمه‌گاه پرتافت. اما هم دستای نتوانستند ضربه بزنند سر وقت امکانیت برای فوتبالبازان دسته استرافشان. پاس با خط هجوم خیلی خوب توسط کنار کوشش کرد محمد اقبال امینزاده. برای دسته خوجند تغییر تو خواهند بود. به میدان وارد می شود سوربان افغانوف تحت رقم 74 و تحت رقم 18 پرویز علیف. از میدان جهانگیر ارگاشف گرفته می شود و همچنین پیتر گیگیچ. با کفکوبی مخلصان برون از میدان می روند جهانگیر ارگاشف و پیتر گیگیچ. هرچند البته بازیگران مذکور در نهایت امروزه گل نزدند یا اسیست نکردند، ولی معلوم است که در همون یک گل نقش همه فوتبالبازان هست.
و تغییرات در از دسته استرافشان هم شد. با میدان بازیگر تحت رقم 7 آمد، سلطانبک فوزیلوف. یعنی توجه با پرگی به خط هجوم، توجه دسته استرافشان. تو با کنار مارادونا سفارف، میربک فایزیف توسط کنار راست. این عمله ادامه دارد. ارسال به داخل جریمه‌گاه. در آنجا در جریمه‌گاه تنها یک نفر امینزاده محمد اقبال بود. شهزاد نویتوف از میدان گرفته شد و از به جای او به میدان سلطانبک فوزیلوف آمد. یعنی دفاعگر از کنار میدان گرفته شد و حمله‌گر جای را در میدان بگیرد. پس باقی حیدر ستارف ارسال به خط هجوم. مبارزه عبدالفتاح خدودوزاده. اکنون با پورگی پرسینگ میکنند، به حمله میگذارند. تلاش تنها در هجوم خواهد بود. پایه بازی در حمله ویران میشود. بازیگران استرافشان به خواهی برانکانی راه دادند. ما میتوانیم بار دیگر این وضعیت را ببینیم. الکساندر نچایف لوران الگاشف پرتاب طویلی با خط هجوم امکانیت برای ضربه زنی پیدا می شود، ولی پس اینجا باقی افساید. اونجا افساید بود. سوربون افغانوف در حالت نوازی قرار داشت. و بار دیگر مشاهده میکنیم بله هنگامی که با پرویز علیف با سرپاس بود هم دسته شد، در حالت نوازی قرار داشت. در مرکز میدان مبارزه برای گرفتن توپ و توپ به نظارت دسته خوجان میگذارد. شهرت شانظرف بازی با عقیب ارسال با نزدیکی جریمه‌گاه. توپ در نظارت فوتبالبازان شهر خوجان. دست پاس با عقیب میتوان برای ضربه زنی هم کوشش کرد، ولی توپ از جریمه‌گاه بیرون میرود. فیروز خولمتوف میخواست دو نفر را فریب بدهد ولی خطا میکند و این با حمله جوابی دسته استرافشان میارد. وقت اساسی نیمه دوم به انجام رسید. 2 بر 4 دقیقه ضبط میکند. توجه میکنیم با این هجوم امکانیت و تلاش خوبی پرویز علیف بود، اما موفق نگردید برای ضربه زنی ارسال به خط هجوم. مارادونا سفارف میربک فایزیف سوربون افغانوف با یک رسیش توسط کنار پاس داد. این میتوانست با حمله خیلی خوفناک برده رساند و کارت زرد با فیروز خولمتوف. برای همین قاعده برانکانی و از این موقع اکنون با برقوسی مختار با بازی وارد خواهد کرد.
خب دوبار به نزد مانیتور وار خواهد رفت برای مشاهده کردن حالت. جا شاید دقیقاً یکم کس خواهی بازی رو ویران کرده باشد که ارزنده کارتی سرخ باشد. در حالتی که کارت زرد به فیروز خولماتوف نشان داده شد، شاید قرار خود را عوض کرده دوبار اون را به کارت سرخ تبدیل بدهد. خب دوبار فیروز خولماتوف را به نزد خود جیر خواهد زد. کارت زرد را بیکار میکند و کارت سرخ را نشان خواهد داد. خب کارت سرخ دوستان ارجمند به فیروز خولماتوف برای همین قاعده بران کنی. این در فرصت های اخیر دیدار دوستان ارجمند رخ میدهد. دو کارت سرخ رو در بازی امروز دیدیم دوستان عزیز. در دربی دو کارت سرخ. البته اینجا بسیار بلند است، شدیدیت بلند است. بازی مهم، رقیبان آشناپذیر دو دسته به هم ضد و مقابل بازی میکنند. همیشه در چنین رقابت‌ها ما چه در فوتبال کشور، چه در فوتبال آسیا، چه در فوتبال اروپا و چه در فوتبال جهانی میبینیم که فوتبالبازان کارت سرخ میگیرند و در بازی امروز این رقابت البته استثنا نشد. ما دو کارت سرخ رو دیدیم، از جمله عبدالجلیل منظرов از دسته استرافشان که هنوز در دقیقه 16 قسم اول کارت سرخ گرفت و اکنون فیروز خولماتوف در دقیقه زم کرده شده و نیمه دوم. اکنون در میدان دسته 10 نفر هستند ولی این تنها یک دو دقیقه ادامه خواهد یافت. با شماره برابر تنها 2 دقیقه بازی خواهند کرد است. اگر بازی رو با پارگی حساب کنیم با همین یک دو دقیقه که خواهد بود تنها گویم 18 یا از همه زیاد 20 دقیقه دسته استرافشان 11 نفر در میدان بود و خلاص. بابر قاسموف ارسال با خط هجوم. چهار دقیقه که دوبار زمکرانها البته به انجام رسیدند ولی با سابقانی که بعد نزد وار اومد کارت سرخ نشان داد. این البته با اون میارد که دوباره اجازه میدهد تا فوتبالبازان حداقل یک دقیقه دیگر در میدان باشند. فرصت خیلی عالی و چگونه این امکانیت با گل انجام نمییابد. وضعیت 100% گلزنی دوستان ارجمند برای فوتبالبازان استرافشان میتوانست اینجا حساب و تغییر یابد. هم امکانیت برای این بود، افسای نبود. ببینید پاس خیلی خوب با یک رسش تو به داخل جریمه گاه پرتافته می شود ولی فوتبالباز این تیم نمیتواند تو برای بعد دروازه وارد بگرداند. بهترین امکانیت بود واقعا هم اگر من خطا نکنم زایر جان توکسونوف بود که نتوانست در چنین فرصت به تو برسد در فرصتی که حتما و حتما باید با گل انجام می‌یافت. حداقل برای یک گل دسته استرافشان بازی کرد، یعنی حداقل ارزنده یک گل بود دسته استرافشان. خب همین طریق ارجمند داور صدای اوشک خود را بلند می‌گرداند و در اولین دربی موسمی کنونی در موسم 2026 در لیگ اولی 2026 در چمپیونات تاجیکستان دسته خوجند با رقیب ازلی خود بر دسته استرافشان با حساب مینیمالی 1-0 پیروزی را به دست میارد. این بازی بود که ما در آنجا احساسات، ما در آنجا ننگ، غرور، شدیدیت را مشاهده کردیم با دو کارت سرخ و یگانه گل دسته خوجند به انجام میرسد. خوجند از این رقابت 3 امتیاز میگیرد، دسته استرافشان باشد هیچ امتیازی نمیگیرد ولی کوشش میکند تا در بازی نوبتی البته که صاحب امتیازهای ضروری بگردد. دربی یکم موسم کنونی با پیروزی دسته خوجند به انجام میرسد. امروز عقابان بر پلنگان پیروز شدند. بگروز خدادرزاده با جمع همکاران تکنیکی هم از ورزشگاه 20 سالگی استقلال جمهوری تاجیکستان از ساحل رود سیر از شهر خوجند این بازی را به شما پیشنهاد کردیم. تو بازی نوبتی خیلی خوش میکنیم. خیر تنسیت و پیروز باشید.